برادران عزیز و گرامی، البته دعای در نزد پروردگار قبول می شود که اگر از حلق پاک باشد. دعای در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد که جسد از حرام خالی باشد. حضرت سعد ابن ابی وقاص، یکی از صحابه های جلیل القدر حبیب خدا، یکی از اشتراکچیان فعال جنگ احد، نزد حبیب خدا آمد. بسیار یک فعال در جنگ احد بود که حضرت علی روایت میکند در صحیح بخاری که هیچ مردی را ندیدم که پیغمبر خدا پدر و مادرش فدای او کند، لیکن وقتی جنگ احد گوش می انداختم که حبیب خدا به سوی سعد می گفت ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، امی ابی و امی فداک. تیر انداز ای سعد، تیر انداز ای سعد، پدر و مادرم فدای تو باد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. حبیب خدا گفته بوده است که این مردمی که الحال برای ریزاگی همون پروردگار شما جمع شدید، انا همون پروردگار شما زنده است، انا همون پروردگار شما حیات است، ابدی نمیمیرد، کریم است. همان پروردگاری که یعلم ما تسرون ما فی السماوات والارض، همان پروردگاری که میداند هر یک حادثه که بین زمین و آسمان به وجود می آید، همان پروردگاری که میداند الحال در سینه های شما، در دل های شما چی نیت و چی گمان است، میداند. همان پروردگار زنده است. همان پروردگاری که حضرت مولوی میگوید کشد گرمور در زیر زمین آه، زحال مورکی خود هست آگاه. همان پروردگاری که اگر یک مورچه در زیر زمین آه کشد، همون الله از آه دل مورچه درک دارد. کشد گرمور در زیر زمین آه، زحال مورکی خود هست آگاه. و همان پروردگار شعر می داشته است یستحی من عبده، حیا می کرد از بندگان خود. کدام زمان؟ اذا رفع یدیه الیه، هر وقتایی که ما و شما دست هامان به سوی ذات او می برداریم، به مقصدی که دعاهای ما را پروردگار قبول گرداند،
وقتی که دست هامون که می برداریم همون پروردگار شرم می داشته است که دست های ما را خالی برگرداند. دست بنده را شرم می کرده است که خالی برگرداند. لیکن یقین دانیم برادران عزیز و گرامی، البته دعای در نزد پروردگار قبول می شود که اگر از حلق پاک باشد. دعای در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد که جسد از حرام خالی باشد. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لیکن وقتی جنگ احد گوش می انداختم که حبیب خدا به سوی سعد می گفت ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، امی ابی و امی فداک. تیر انداز ای سعد، تیر انداز ای سعد، پدر و مادرم فدای تو باد. حبیب خدا پدر و مادرش فدای سعد ابن ابی وقاص میکرد. انا همون سعد وقتی که نزد حبیب خدا آمد چی گفت؟ ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. ای حبیب خدا از توی خواهش دارم، خواهشم همین است که دعا کو پروردگار را که هر وقتایی که سعد ابن ابی وقاص دعا کند دعاش خدا قبول کند. خدایا مرا دعا که حبیب خدا تا که پروردگار مرا از جمله انا همون مردهای گرداند که دعاش بیشک در نزد پروردگار قبول شود. حبیب خدا چی گفتند؟ حبیب خدا گفتم برای آن که دعای تو در نزد پروردگار قبول شود اطب مطعمک. سعد گفت حلقت را از حرام خالی گردان، لقمه را لقمه حلال گردان، دعا در نزد پروردگار قبول می شود. از این خاطر بود است که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کند وی می گفت تو ای صوفی که در بر می کنی دلق کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. سگی که در پلیدی میکند رو نگر چون میکند هر لقمه را بو. چرا تو بی توقف میزنی دست دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنکه شود رسواییت فاش. حبیب خدا حضرت سعد تأکید کردند که اگر خواهی که مستجاب الدعوت شوی، دعای تو همیشه در پیشگاه خدا قبول شود، همیشه از حرام های پروردگار پشت بگردان، همیشه حلال خور شو، حلال رفتار شو، دعا در نزد پروردگار البته قبول میگردد. حتی در یک حدیث خواندم که یک مرد را حبیب خدا حکایه میکند که یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه یا ربی یا ربی و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بحرام فانا یستجاب له. حبیب خدا گو یک مرد بسیار سفری دراز کرد، شاید که سفری به خانه حج کرده باشد، بسیار سفری دراز کرد.
اشعث اغبر، به نهایت مانده شد، تمام لباسهاش حتی درید، تمام وجود از گرد و چنگ فرا گرفت و دستش برداشت به سوی پروردگار و دعا میکرد. خداوند گفته بوده است این انسانی که دست به سوی ما برداشت و از ما زاره و تولا دارد، این خوراکش از راه حرام می آید، لباسش از راه حرام می آید، نوشاکیهاش از راه حرام به دست می آید و تمام خوراکایی که در خاندان تأمین می کند از راه حرام به دست می آید. چگونه دعای این بنده را ما قبول کنیم؟ از این خاطر از پروردگار دعا می کنم که خدای مهربان اولا برای ما توفیق و هدایت نصیب گردان که همیشه لقمه های ما حلال باشد و از راه حلال به دست ما پیدا شود. خدایا در هر قدمی که اهل این جمعیت گذاشتند حسنات کتابت بفرما، همه گناهان این جمعیت ما را خدایا مغفرت بگردان، گذشتگان خدای رحمت و مغفرت بگردان، بیماری ها را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. تمام برادرانی که امروز چندین بار زنگ ها بر ما زدند از تمام شهرهای بیرون از تاجیکستان که در حق ما دعا کنید که ما در مسافرتی هستیم، خدایا سفرهاشون با فیض و با برار بگردان. زندانی هایی که امروز در زندان هستند خدایا اونها را هم صحت و سلامت به نزد پدر و مادر و اهل و عیالشان برسان. خدایا این تاجیکستان ما را آباد بگردان. خدایا همیشه در تاجیکستان ما صلح و صلاح و یکدیگر فهمی و یک پارچگی را حکمران بگردان و رهبر دولت هم که برای بهبودی این پارچه زمین تاجیکستان، این ملت، این مردم سعی و کوشش ها دارد، خدا ایشان هم در حفظ امانت نگه دار. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته برادران خیلی عزیز و گرامی، آخران جمعه از شرح سوره والضحی بود و جمعه گذشته ما برای شما وعده کردیم که اطراف سوال و جواب ها، اطراف سوال هایی که خیلی در پیش ما زیاد هستند برای شما جواب میگردانیم و الحمدلله که خداوند همون ساعت و همون وقت برای ما و شما آورد. بسیار هم سوال های جدی هستند، بسیار هم در زندگی ما و شما لازم و در کار هستند و این خاطر خیلی با دقت باشیم که برادرای ما و شما از ما چی سوال کردند تا که به جوابهای اونها گوش انداخته و این جوابها را ما و شما در حیاتمان و در عبادتهامان البته اجرا کنیم. سوالی که جمعه گذشته من خوانده بودم که یک برادر در اطراف چند مسئله از ما سوال کردند، میخواهم بار دیگر ویا برای شما خوانم، بعداً برای هر کدام این به شما یک جواب میگردانیم. سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوال ها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام اوراستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله های نماز چگونه باید خوانده شود و ما سخت می روند. یکو میگویند که در وقت پیغمبر مذهب وجود نداشت
به ما مذهب در کار نیست. دوم، در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسکی محض میکشند و ما میگویند که این سنت پیغمبر است. سوم، در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل آنها نخوانی به تو جنگ و جنجال میکنند. و در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم، در وقت دعا دستهاشان بر رویهایشان نمیمالند، یعنی دعا آمین نمیگویند. و هیچ وقت با همراهی و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراهی اصحاب یک جای دعا نکرده است. و میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ باز میگویند که سخنهای دامولا بسیارش ضعیف است. بابای حاجی مرزا، التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها رو ما کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید شهر دوشنبه. برادرای خیلی عزیز و گرامی، راستی بار این یکم سوال نیست، بلکه این گونه سوال ها در من شاید خدا دانا هست، قسم به خدا زیاده از 100 سوال این گونه آمدگی است، لیکن من تا همین روز هیچ کدام سوال همین نخواندم و حتی وقتی همین میخوانم باور کن یک غم به خدا قسم مرا فرا میگیرد. شاید هر کس هر خیل میفهمد. برای بعض شخصیت های در همین مسجد نشسته شاید خواهان او هستند که من عصبانی شوم، من ناراحت شوم، مثال تحقیر نسبت آن کسانی که این گونه نماز میخوانند یا مثل دیگر کس میخوانند تحقیرها کنم. باور کن همین چیز من در خودم عیب نمیبینم. همین سوالها را وقتی که میخوانم یک مفکوره تنگی بعضی از شخصیت ها به یاد من می آید، زیرا که این مسئله ها اگر چندیم برادر ما میگوید مورد بحث قرار گرفته است، باید مورد بحث قرار نگیرد. اینا مورد بحث باید قرار نگیرند. این چی مسئله هستند که مورد بحث قرار میدید؟ اینو از جمله شرکیات نباشد؟ خداوند در قرآن لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من از رحمت من ناامید نباشین، من همه گناه شما را میبخشم مگر شرک نمیبخشم. شرک پروردگار نمیبخشد. از جمله شرکیات میشد مورد بحث قرار میگیریم، منم جانبدار شما بودم، لیکن افسوس که از جمله شرکیات نیست. از جمله آن گناهایی که خداوند با سبب این شما را معاقبه و شما را شرمسار در قیامت کند از جمله وی هم نیست. بسیار خوب میشد دیروز من برنامه های از طریق رسیه می شود تماشا کردم. وقتی آمدم به یک کانال انتوی رسیدم، همین سوال به خدا قسم در دستم بود و همون کانال وقت تماشا کردم نگاه کردم یک پریکمخر یهودی در امریکا، پریکمخرای ما موی سر می پرتایند و در داخل همون پریکمخر چند اوستای آورده است. ما و شما مینی زواد میگیم، یک زوادی نه کلانی که مثال عبارت از 100 و 200 نفر کار کند، دو کس یک کس، مثل همین زوادهای که الحال میده میده خوردی هستند که مکران میبرارن، قند میبرارن، همچنان یک مینی زواد کرده است و همین موی سر مردم از موی سر مردم شرف میبرارد. شرف ژمپور
نسکی و حتی الحال گفت همون موضع را کشاف کردم، پلس میبرارم از موی سر. مردم از چی چیزها چیها ساخته استند؟ ما تا حال اطراف مسئله هایی که به خدا قسم هیچ اینا مورد بحث قرار نگیرد ما و شما قرارش دادگی هستیم. مردم همگی خواسته استند روز به روز پیش روند، ما برعکس پس رفته ایستاده ایم. به این خاطر است که در نقطه نظر بعضی از شخصها ما و شما این چونین معرفی شده ایم که اسلام ترقیات نمیخواهد. فقط جایی که اسلام باشد اونجا ترقیات نیست. به چه خاطر؟ به خاطری که ما و شما با یکدیگر ساز نیستیم. ما و شما یکدیگر را دوست نمیداریم. ما و شما یکدیگر را حرمت نمیکنیم. در بین ما و شما اختلاف ها که وجود دارد ما هیچ وقت پیش نمی رویم. خوب میشد که این برادرایی که حالا که حق ندارد که یک کس گوید که تو چگونه عبادت میکنی، حق ندارد. خوب میشد که اینها یک جایه میشدن و مقصد یک فکری میکردن که در این تاجیکستان ما 4-5 آدم از دست اونا نان میخورد، یک جا را آباد میکردن، یک پیشرفت میشد. و خدا قسم اینش ما خرسند میشدیم. در عصر 21 قرار داریم. امروز کیهان در بالای مهتا و نشستگی است. ما تا حال از سر لیچ خوندن درست است یا نادرست بحث داریم. آیا همین جای تأسف نیست؟ تا حال مالی اطراف بیتاقی، اطراف تاقی، اطراف آستین کلته، اطراف آستین دراز بحث و مناظره داریم. اینا خوب نیستند. و من برای خود یک وظیفه گذاشتم، راستی بار خیلی فکر کردم و جمعه گذشته خیلی باور که ناراحتم شدم. به همین خاطر ناراحت شدم که تمام مردم غیر ما همگی در استحصالات، همگی در آباد کردن کارخانه های صناعتی، همگی در بهترین ماشین ها سوارند. ما اطراف یک مسئله هایی که آینده شاید که از پشت این یگان جنگ و جدال با پیدا شود اطراف این بحث و مناظره داریم. بس است به فکرم، یک بار بس است. یک بار به سر همین مردم تاجیک ما یک مصیبت کلان آمد گذشت. بس است به خدا قسم. ماها خواهان او نیستیم. ما در همه جا گفتیم الدین و نصیحه. این دین اسلام نصیحت است. این دین صلح خواه است. دینی که در جنگ و جنجال اندازد، اختلاف ها برپا کند، در این دین ما وجود ندارد. در دورهای رسول اکرم حق میگوید این برادر، مذهب وجود نداشت. برای چی مذهب وجود نداشت در دورهای رسول اکرم؟ زیرا که این ستاره درخشان خود زنده بودند، حیات بودند. در دورهای حبیب خدا هیچ گونه بدعت ها و خرافات وجود نداشت. زیرا که این رهبر، این معلم حیات بود. هر یک مسئله که می برآمد به حبیب خدا مراجعت میکردند. دیگر چی جایی تکیه بر مذهب کند یا از کسی دیگر پرسد، زمانی که حبیب خدا حیات باشد. لیکن برای من مذهب در کار نیست، اگرچند که رفتی جمله رانیش انچه سخت است. همین میشد که با راهی دیگر اگر فهماند، با یک طریق دیگر اگر فهماند میلش. وقتی ما عصبانی میشویم و به جانب آدمانی که مذهب دارد میگویم مذهبتان از خودتان، برای ما مذهب در کار نیست، در اصل الکه در بین ما آتش افروخته میشود.
طرز معامله و طرز تبلیغ این نیست. طرزهاش این گونه نیستند. اگر همون برادری که عالم باشد، از علم صرف و نحو آگاه باشد، صیحای سیتر همگیش میدانستگی باشد، از تفسیر قرآن اگر درکدار باشد، خود گوییم که از همون قرآن از احادیث ها اجتهاد کرده میتواند، پس برای مذهب حاجت نیست. این تمام کتاب ها بیان کردند. لیکن برای کسی که علم ندارد، نمیفهمد اطراف حدیث، حتی یک متن حدیث تحلیل کرده نمیتواند، برای او مذهب داشتن لازم است. خداوند تقلیدی در مذهب را در قرآن هم خبر داده است. شما پرسید دانایان را، عالمان را زمانی که نمیدانید. یعنی وقتی که تو چیزی را نمیدانی، تکیه بر یک عالم کن، از یک عالم بپرس. و این مذهب ها هم پیدایش با خود سبب داشتند. وقتی حبیب خدا گذشت 80 سال بعد که این حضرت امام ابو حنیفه که به دنیا آمدن، یا 70 سال بعد، الله که در بین مسلمان ها گویم که همون فلسفه های بیهوده که از یونانی ها باقی مانده بود، در بین مردم الکی درسی شده بود. از حساب همین فلسفه های بی معنی الکی مردم قرآن مخلوق می گفتند. الکی در همون زمان عذاب قبر انکار میکردند، دیدار پروردگار در روز قیامت انکار میکردند. و این حضرت ها وقتی که در قید حیات بودند، همون زمان اینها را که مشاهده کردند، برای مردم از این فلسفه های بی معنی، از این مسئله های نادرست دور کردن، اینها از قرآن و از حدیث چنگ زدند و برای ما و شما راه های درست نشان دادند که این از راه درست، این از راه قرآن، این از راه حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما و شما امروز اکثریت میداند یک کلمه را، حتی یک شخصایی که باور کنین کتاب خواندن نمیتواند، بعضی همین براشورکای کریلیکی قطعی بازی گویم که همین پیش رفته و بحث ها میکند، همونا حتی میدانند که داملات سخن صاحبای مذهب است که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. همین را علاقه گویم که در معنی سرش جا کردگی است. بله درست است، هر جایی که حدیثی صحیح باشد صاحبای مذهب گفتند انا همون مذهب ما است. بله ما هم جانبدار این هستیم. این مذهب هایی که در دنیای اسلام امروز رواج دارند، اینا همگیش پیرو آیت قرآن، پیرو احادیث های رسول اکرم. اینا هیچ کدامشان دیگر یگان سرچشمه گویم که فتوا دادن نداشتند، از قرآن و از حدیث بودند. اگر از قرآن از حدیث که نمیافتند، قول صحابه ها را استفاده میبردند. از قول صحابه هم که نمیافتند، بعد رأی خود، قیاس خودشان استفاده میبردند که اینم از روی گفت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. به این خاطر برادرای عزیز و گرامی، من همین یک برای شما یک چیز میرسانم. کسی مذهب دارد ندارد، بیا برادرای عزیز چقه نمیشویم، بیم به اونها کاردار نمیشویم. تو مذهب داری گفته، اگرچنده که باور کنیم بعضی سخنها من به گوش خودم والله که شنیدگی هستم که صاحبان مذهب تحقیر کردند، کسانی که پیرو مذهبن اونا را در ضلالت و در آتش گفتند. میلش ما انشاءالله میبخشیم، ما باور کنیم بسیار فهمیش داریم، ما هم دنیا گشته ایم، همه چیزا را میدانیم.
لیکن این قدر میگم که جوانی نکن، جاهلی نکن. بهترین مذهب امروز برای تو خواندن است. بخوان، تعلیم بگیر، از علم آگاه شو. اگر تو عالم شوی، اگر تو آگاه شوی، هیچ وقت باور کن این گونه بحث و مناظره ها را نمیکنی. همه این سبب جهالت است، همه این سبب بی‌علمی است. و دیگر فراموش نکنین که این اختلاف ها هم برای بعض گروه ها لازمند که در بین ما این اختلاف ها را می پرتایند. ما آواره همون اختلاف ها میشیم و از همه پیشروی ها پس میزنیم. اینا هم در کار هستند. یکی بسیار زیرک باشین، بسیار هوشیار باشین. مذهب دارد، معنای او را ندارد که تو از او دیده شرفت بلند باشد یا شرف او از تو بالا باشد. احترام کنین یکدیگر را. انما المؤمنون اخوتون است. مؤمن ها همه برادر یکدیگر هستند.